سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. من در این ویدیو میخوام به شما 3 فیلتر شکن معرفی کنم که یکیش هر کدومش فیلتر شکن مختلفی هستند که به درد یه کاری میخورن. خب بریم سراغ ویدیو. خب از اولین فیلتر شکن شروع میکنیم. فیلتر شکن 403 که اینجا میبینید یه فیلتر شکن خوبه که بیشتر برای برنامه‌های مثلا حساب کنی، میتونی برای برنامه واتساپ و فروشگاه پلی استفاده کنی. وقتی وارد میشین باید برای خودتون یه دونه حساب از قبل داشته باشین. درسته اگه ندارین باید بزنین ثبت نام، اونجا برین داخل یه سایت چیزایی که میخواد وارد میکنین. اما اگه حوصله این کارو ندارین میتونید بزنید ورود مهمان و از این استفاده بکنید. اما اگه حساب درست کنید خیلی بهتره، چون میتونید از این اصلیش استفاده کنید. اصلیش خیلی بهتره و میشه گفت میتونید وارد فروشگاه بشین باهاش و همه چیز خیلی راحت بالا میاره. ولی به درد اینستا یا برنامه‌های دیگه مثل یوتیوب اینا نمیخواد. برای فیلم دیدن در واسه برنامه و بازی حساب میشه. فیلتر شکن خب و فیلتر شکن دوم فیلتر شکن افرا که میشه گفت فیلتر شکن خوبی به حساب میاد و خیلی کاربردی و به درد بخوره. وارد میشین تا این دیگه مثلا ثبت نام و ورود و اینجور چیزا نمیخواد، راحت میشه استفاده کنید، ولی یک کم طول میکشه تا برسه. برای همین من برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه خب بالا اومد اینجا رو اینجا کلیک میکنیم. یه سری تبلیغ هم نشون میده. تبلیغ تموم شد. خب میزنیم سریع هم وصل میشه. همیشه من سریع الان متصل شد. از این فیلتر شکن میتونید برای همه جا استفاده کنین. میتونید از یوتیوب، اینستا، همه جا استفاده کنید. مثلا براتون تست میزنم. اول از فروشگاه نگاه کنید، راحت همه چی بالا میاره. برنامه مثلا اینجا نگاه کنید، یوتیوب ثبت میکنیم تا بیاد. نگاه کنید راحت همه برنامه بالا میاره. حالا اینستا هم میتونید، اینستا هم حتی کار میکنه. حالا بریم سراغ فیلتر شکن بعدی. خب دوستان حالا میایم سراغ آخرین فیلتر شکن. این یه فیلتر شکن رایگان نیست، البته یه فیلتر شکن پولیه ولی سرعت خیلی بالایی داره حساب کنی. ولی اول که رو گوشیتون دانلودش میکنید یه مقداری بهتون چی میده حساب کنید، یه مقداری بهتون میتونید استفاده بکنید ازش. نگاه کن اینجا زمانش نامحدوده اینترنت، یعنی به مقداری فرض کن من 10 اینجا نگاه کن اینجا شما باید اول که بهتون 1-2 گیگ میده. اینجا شما باید اینترنت بخرید. یه منظور نگاه حجم 10 گیگ 20 گیگ این دو چیزا. وقت به مثال من الان 50 گیگ قبلا خریدم. خب وقتی که با اینترنتم اینو روشن بکنم به مقدار اینترنتی که از خودم استفاده میکنم از اینم کم میشه. الان نکن فقط 14 اومده و روش بزنید سریع متصل میشه. نگاه کنید و سرعت خیلی خوبی داره. من که خودم ازش خیلی راضی هستم. الان یه تست هم براتون تو یوتیوب میزنم ببینید. نگاه کنید همه چیز سریع بالا میاره. حالا و از همینجا میتونید خاموشش کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوش اومدین. لطفا لایک یادتون نره و کانال من رو دنبال کنید.